خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید آقا مهنی. انشالله که خستگیاتون رفت بشه این چند ساعت آینده. لنگ رود کجاش اینجوری خدایی؟ خدمت از خرابای عزیز هستیم. خواهش میکنم جناب امید خان. لطف من دارید. خیلی مقدم میگم خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. خانواده آقای مهرنیا واقعا ایشون اومده تو بهشت. اون آسمون امید جان بهشون نشون بده. آره بابا. میگن آسمون همه جا یه رنگی. کجا یه رنگی بابا؟ به قرآن. بیا. الان خونه 2 دقیقه نیست در اومدیم رفتیم توی جنگل. الان زمستونه همه درختان خشکه. خب امید جان سبز بشه خیلی شیک. واقعا محشره. بله. خب اینم فیلم. یه نفر تو داری فیلم میگیری ببخشید. نه اشکال نداره شما تعریف تو بکنید اتفاقا خیلی بهتر. دیدم که یه نفر یه آقایی پیرمرد آره. همون جلوی کشیر جلوی من بود. اینجا خرید که میکنی اولین سوال که میکنی یه بگ میخوای یا نه؟ آره راست میگی. حالا اگه داشته باشی من به این پیرمرد گفت بگ میخوای؟ گفت نه دارم. تو با خوش آورده من شما رو کنم که اینجا قوطی نوشابه رو میخرن خیلی جمع میکنن این عمرسا و اینا خیلی مردم های دیگه. آره. و این قوطی های مقوایی شیر رو از این 1 لیتری ها من که چیز شد این پیرمرد بعد از اینکه حساب کرد تموم شد 2 تا قوطی شیر در آورد داد به این پسره. بعد من مثلا بهش 2 سنت نمیدونم 5 سنت یه عددی بهش پول داد. آره. خب این قوطی رو همونجا انداخت. من این پیرمرد این 2 تا بگ رو نمیتونه بلند کنه. عجب. بعد بهش گفتم که آقا ببخشید میتونم کمکت کنم؟ اصلا حاج کمک دیگه خدا شده کمک دیگه چیه؟ اینجا نداریم همچین داستانی. خلاصه گفت چی؟ گفتم که من بگاتو میارم تا در ماشین. خیلی تشکر کرد و من بگاش برداشتم و من رسیدم در ماشینش گفتم بزن ریموتو من برم ماشینت کدومه. این هنوز از در فروشگاه نتونست بود بیاد بیرون اینقدر پیر بود. عجب. من ولی در ماشینش رو نکردم وایسادم ایشون اومد بعد واسه رو